نه ترک کردم. به چی؟ من به مشروب داشتم، خب به همون تریاک داشتم. خب 30 سال مشروب میخوردم، خب 4 5 سالم تریاک مصرف میکردم. چون اول بعد از مشروب دیگه، چون 30 سال مشروب که میخوردم مشروب رو ترک کردم، آه اومدم پشتش تریاک ایمان کشیدم. یا سلام. چهار خب یا 4 سال تریاک کشیدم. میدیدن یه مسافرتی که بخوام برم، اول نمیتونم برم مسافرت، یا باید به فکر جا باشن یا به فکر کشیدن باشن که کجا بشینن، کجا خمار نشن، کجا دور نشن. بعد دیدن این به درد نمیخوره، ترکش کرده. گفتم من آزاد نیستم برم یه سفر، آزاد شما نیستم الان برم یه چند وقت مسافرت. ترک کردی؟ 1 سال خورده آها اوکی. خب 1 سال خورده ترکش کردن. دیدن نه فایده نداره این معتادی کاری به سر. حالا اومدن این بگن که آقایونی وقتی مثلا یعنی ما پول داریم. نه، من خودم پول داشتم، من خودم چی داشتم، همه چی داشتم، ولی رو همین معتادی از دست دادم. تو همین 4 سال، حالا بخوام بگم، باغ داشتم زمین خورد. برای چه زمین خورد؟ به خاطری که وقتی میرفتم سرکشی نمیکردن، میشنستن دور پیکنیک یا کشیدن یا هیچ شیر آب باز میکردن. آب حالا هر کدوم پای هر درخت بره، نره رو بره ایبر بره. تو فصل تابستان که هوا گرم بود، چون دیگه من حوصله ای نداشتم بخوام برم روی آب بگردن که بینی رو نره، قطره در نزنه. اینها کدوم درخت آب میخوره کدوم نمیخوره. دیگه این معتادی طوری حوصله و اعصاب از من گرفته بود که فقط شیر استخر که باز میکردن از نمی مدام میشنستن کشیدن. دیدم نه، این فایده نداره، این تمام زندگیم داره نابود میکنه. من پارس داشتم، لیسان هم که در کنارش داشتم، مثلا برای میوه بخوام بیارم اینا. نیسان رفت، نیسان رو به خاطر این معتادی رفت. یک اوکی. تیکه اهل زمین به خاطر کجا این. هستی شما؟ بچه ها میپرسن. من اهل شهرستان جهرم هستم، جهروم. ایرانم. آره میدونم. ها، جهروم اسمشو شنیدم. طرف کجاست؟ شیراز، شیراز. حدس میزدم. خیلی خوب. طرف بعد شما شیرازه. از چند سالگیت معتاد شدی؟ من در سند بالا معتاد شدم، در سند تقریبا 40 خورده ای. آها 40 خورده ای. آه. ساحلی شما؟ من من بله، من معتاد مشروب بودم، حتی طوری شد که خانم زمانی میخواستیم بریم مشهد. آه. مشهد بلد شنیدی؟ امام رضا. بله بله. خانم گفت که حالا که میخوایم بریم مشهد مسافرت امام رضا زیارت، این مشروب ترک کن. آها بار اولت هرچی